ای خدایا دل و مهربان و ای خدا یکتا و بی همتا، به درگاهت آمده ایم تا تو را بپرستیم و کلام مقدست را به جان پذیرا باشیم. استدعا داریم که خداوندا در این ساعت عبادت ما را مقبول پسند خود بگردان و قلب‌های ما را آماده پذیرفتن کلامت بنما. تو را شکر می‌کنیم ای قدوس یکتا که رحمت و فیض و عنایات خود را از ما دریغ نکرده‌ای و با تمام خطایا و ضعف‌ها و کوتاهی‌هامون هنوز باران رحمت و صبر تو بر ما هست. خداوندا تو را دوست داریم و نامت را عزیز می‌داریم، زیرا تو خدای محبت و بخشنده هستی و امید و اعانت ما در تو میباشد. سپاس بر تو ای یکتا خدای مهربان، سپاس بر تو ای نجات دهنده عزیز، سپاس بر تو ای پدر آسمانی، سپاس 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 بر تو. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، فیض و شادی و تسلی خداوند یکتا و نجات دهنده عزیز ما عیسی مسیح با شما باشد. امیدوارم که امید خود را بر خدای زنده و پدر آسمانی که هستی و خالق ماست و همه چیز ما از اوست نهاده و روزهای خودتون رو به امید به بازگشت مسیح زنده به این جهان به سر بیاورید. خدا را شکر و سپاس میگویم که یک بار دیگه این فرصت را عطا کرده تا از کلام مقدس او با شما یاران عزیز و حق‌جویان گرامی صحبت کنم و ضمن خواندن آیات مقدس تفسیر جهت درک بهتر آیات تقدیم حضورتون کنم. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر کلام مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 15 از رساله حضرت پولس رسول که ششمین قسمت از انجیل مقدس است بگشایید تا در ادامه مطالعه این رساله بقیه آیات را نیز با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان جدید ما هستید که هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که انجیل مقدس را در اختیار داشته باشید، ازتون دعوت میکنیم که حتما با ما در تماس باشید، برای ما نامه بنویسید، از ما درخواست کنید تا ما کلام خدا رو براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان برنامه مجددا خدمتتون خواهیم داد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که حضرت پولس رسول در این رساله به عمیق ترین سوال هایی که در زندگی هر انسان در مورد امور معنویت و یا به اصطلاح عامه مذهب پیش می آید پاسخ می دهد. البته پاسخ به سوالاتی که در مورد رابطه انسان با خدا و نجات او یا رهایی او از عصیان و گناهان می باشد. هیچ کتابی، هیچ مسلک و مرامی، هیچ رساله‌ای و هیچ فلسفه‌ای در عالم بشریت به اندازه این رساله پولس دقیق‌تر و کاملتر نمی باشد. زیرا این رساله از دیدگاه خدا نوشته شده و نه از دیدگاه انسانی. خدا انسان را آنطور می‌نگرد را در این رساله توسط رسول خود پولس برای ما بازگو می‌کند، تشریح می‌کند و در حقیقت می‌توان گفت که آینه‌ای است که از درون بشر آنطور که خدا انسان را می‌بینه تصویر آدمی رو آشکار می‌کنه و در نتیجه سوال‌ها و افکاری که در ذهن هر انسان طالب به حق پیش می‌آید را رو می‌کنه و پاسخ آن را نیز می‌دهد. در طی این مطالعه این رساله بسیار مهم ما مطالب بسیار حیاتی رو با یکدیگر مطالعه کردیم و حالا رسول خدا در قسمت آخر رساله‌اش دستوراتی رو می‌دهد به کسانی که نجات خدا را دریافت کردند، اطمینان یافتند که گناهانشون بخشیده شده است. بله دوستان، حضرت پولس دستورات عملی رو به ما مسیحیان که صاحب حیات جاودانی شده ای می‌دهد تا بیاموزیم که چگونه با یکدیگر
در اتحاد و هم آهنگی کامل زندگی کرده و با نوع رفتار و زندگی و کردارمون سایر انسانها را نیز دعوت به پاکی و قدوسیت خدایی نموده و آنها نیز از طریق نوع زندگیمون به سوی خدا بیایند. نه فقط زباناً بلکه عملاً. او در آیات اول از ما میخواد که در عمل و گفتار و پندارمان همیشه ملاحظه دیگران را بکنیم، مخصوصاً نسبت به ایماندارانی که تازه به جرگه حقیقت پیوستن یا کسانی که تازه مسیحی شدن، زیرا چون هنوز از کلام خدا اطلاعات کافی ندارن، ممکنه عمل ما، حرکات ما، گفتار ما باعث لغزش آنان بشه که ما بایستی مواظب باشیم. ملاحظه همدیگر را بکنید. از آیه 7 نشان می‌دهد که ما وظیفه داریم که مژده خدا را، یعنی نجات آسمانی را یا انجیل مقدس را که عیسی مسیح به طور رایگان در اختیار ما قرار داده است را به سمع همه مردم عالم برسونیم. نه فقط دوستان و آشنایانمون یا هموطنانمون، بلکه به همه مردم جهان، زیرا خدا در عیسی مسیح نجات را برای همه مهیا کرده و مسیح نجات دهنده عموم بشر می باشد. از آیه 14 پولس رسول درباره وظیفه خودش نیز، یعنی رسانیدن مژده خدا، صحبت میکنه تا مبادا کسی خیال کند که رسول خدا کارهای مشکل رو به عهده دیگران مینه و خودش از آن سرباز میزند. برعکس، پولس رسول با بیان این آیات نشان میده که او هرگز چیزی رو که خودش انجام نداده از دیگران انتظارش رو ندارد. به مأموریت پولس رسول از زبان خودش توجه فرمایید. آیه 14 اینطور میگوید: ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که سرشار از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید. در این آیه پولس رسول صحبت از نوعی ستایش و قدرشناسی از مسیحیان شهر روم میکنه، یعنی کسانی که در این رساله مخاطب قرار گرفتند. زیرا به هر حال به خاطر داشته باشید که نام این رساله پولس رسول به رومیانه، یعنی پولس رسول برای مسیحیان رومیان نوشت. پولس از اینکه با آنان توانسته بود اینطور صادقانه و بی‌ریا همه مسائل نجات را باشون در میان بگذاره شادمانه و سپاسگزار. نه به خاطر اینکه آنان از حکمت و فهم بی بهره بودند، بلکه به خاطر اینکه فاضل و فهمیده بودند و پولس نیازی نداشت برای بیان حقیقت راه دور و درازی رو طی کنه و یا تفره بره. به طوری که در آیه 15 و 16 اینطور میگوید: اما در این نامه پاره‌ای از مطالب را با کمال جسارت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم، اینطور نوشتم: در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه‌ای به خدا تقدیم کنم. مقصود رسول خدا از اینکه در این رسالش با کمال جسارت صحبت کرده، در حقیقت اشاره به فصل‌ها و آیاتی است که نشون میده که اولا انسان بدون مسیح برده گناه و دور از خداست و در ثانی چون یهودیان از نسل ابراهیم هستند صاحب مزایا و برتری‌هایی نیز میباشند. ولی این موضوعات در مرحله اول وقتی که پولس رسول اون رو گفته بود، سبب غیرتی شدن و عصبانی شدن عده‌ای از مسیحیان روم شده بود، زیرا برایشون مشکل بود در اوایل کلام رسول خدا بپذیرند که او چرا این حرفا رو میزنه و به چه دلیل این گفتار را میگوید. ولی آنها تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورند، تمام کوشش‌های مذهبیشون، تمام کارها و زحماتی که به خاطر اعتقاد و پیروی از شریعت کرده بودند رو الان توسط کلام پولس متوجه میشن که بی ارزش بوده. یعنی پولس با جسارت و غیرت و شهادت کم نظیری و با دلیل و برهان حقیقت را با آنها ثابت کرده و گفته بود که هرگز نمیتوانید به وسیله رسومات مذهبی مقبول پسند خدا شوید. پولس می‌فرماید که او از جانب خدا برگزیده شد تا پیام آور انجیل مقدس هم برای یهودیان هم برای غیر یهودیان باشه. و دوستان عزیز، این برای پولس در اول بسیار سخت و غیر قابل قبول بود. ببینید، او یک یهودی متدین
و از بزرگان مذهب یهود محسوب میشد، البته قبل از اینکه مسیحی بشه. و اگر اطلاع داشته باشید، یهودیان غیر یهودی ها را اصلاً آدم حساب نمی‌کردند. چرا؟ چون صاحب کتاب نبودن. میگفتن که ما که صاحب کتاب هستیم عزیز خداییم، نور چشم خداییم، اما بقیه امت‌ها که نه خدا را میپرستند و نه صاحب کتاب هستند و نه پیامبری از بینشون خدا برگزیده، کافر میباشند. حالا حسابش رو بکنید، چنین شخص متعصب یهودی که اینطور فکر داشته باشه از جانب عیسی مسیح برگزیده میشه تا بره آن افرادی رو که قبلا کافر و بت پرست و شریر میخواند آنها را به سوی نجات فیضبخش خدا هدایت کنه و نشان بدهد که حتی این غیر یهودیان نیز با ایمان آوردنشون به عیسی مسیح از یهودیانی که ایمان نمی آورند به خداوند به مراتب نزدیکتر می باشند. این حقیقت برای خیلی از یهودی‌ها غیر قابل قبول بود، ولی پولس با جسارت و شهامت کم نظیری حقایق را رو میکنه تا آن را بپذیرند و حقیقت را بفهمند. حالا بعد از اینکه حرفا را گفت، آنها را تشویق و ترغیب میکنه که در حقیقت باقی بمانند. میفرماید چون من به لطف خدا فرستاده مخصوصی هستم از طرف عیسی مسیح برای شما غیر یهودیان که خبر خوش را به شما برسونم و مثل قربانی خوشبو شما را به خدا تقدیم کنم، چون شما به وسیله روح پاک خدا از گناهانتون آزاد شدید، پاک محسوب شدید، عادل محسوب شدید و مورد پسند خدا واقع شدید. از آیه 17 الی 20 در دنبال گفتارش میگوید پس میتوانم از کارهایی که برای خدا در اتحاد با مسیح عیسی انجام دادم فخر کنم، زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه که مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را به وسیله گفتار و رفتار و نیروی آیات آسمانی و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. حضرت پولس به خاطر می آورد که چگونه در زمانی که غیرت و تعصب یهودیتش وجودش رو پر کرده بود و شروع به کشتار و آزار مسیحیان نموده بود، عیسی مسیح به او ظاهر میشه و به او میگه که ای پولس، از این پس تو غلام من خواهی بود، تو برده من خواهی بود، تو پیرو من خواهید بود و من تو را به عنوان غلام خود یا ظرف برگزیده خود انتخاب کردم تا تو که الان دشمن مایی و مسیحیان را میکشی پیام آور من به امتها بشی، تا به جای دشمنی با من، به جای کشتن پیروان من، دیگران را به سوی من هدایت کنی. ببینید دوستان، پولس رسول عیسی مسیح زنده را دیده بود، صدای آسمانیش رو شنیده بود، پاکی و جلال او را یافته بود. این نور مسیح بود که او را نابینا ساخته بود و این قدرت مسیح بود که او را دگرگون کرد و به او بینایی را پس داد. برای همین بود که آرزوی باطنی پولس رسول این بود که همه مردم جهان پیام حیات بخش انجیل را بشنوند و بدانند که خدا برای آنان چه کرده است، زیرا منجیش عیسی مسیح از او این رو خواسته بود. عشق به مردم، عشق به نجات مردم آنچنان در قلب رئوف و پاک پولس بود که میخواست جانش را در راه دیگران بنهد، به این امید که آنان متوجه نور و فیض خدا در عیسی مسیح بشن و از گناه دست کشیده به سوی مسیح بازگشت کنند. این آرزوی باطنی پولس در آیه 20 است که در حقیقت میگیم سخن دل پولس است. میفرماید اما حریص بودم که بشارت چنان بدهم، نه در جایی که اسم مسیح شهرت یافته بود مبادا بر بنیاد غیری بنا نمایم. او میگه در تمام این سالها آرزوی من این بوده که در جاهایی که هنوز کلام خدا شنیده نشده است و انجیل مقدس رو بشارت بدم. به مردمی که انجیل مقدس را نشنیدن، پیام خوش آسمانی را نشنیدن، اطلاع بدم که خدا در عیسی مسیح گناهان آنها را بخشیده. بعد میگه نه آنکه در جایی وضع کنم که قبلا کلیسایی و یا به وسیله کسی دیگری پیام انجیل رسیده باشه، بلکه پیام را به سمع کسانی برسونم که هنوز در مورد مژده خدا چیزی نمیدانند. از آیه 21 پولس رسول
اشتیاق باطنی خود را به دیدن مسیحیان شهر روم بیان می کند. می گوید که همیشه امیدوار بودم و آرزو داشتم که پیش شما بیام، ولی چون هدفم این بودی که پیام انجیل رو به سمع مردمی برسونم که هنوز انجیل رو نشنیدم، این امر سبب شده که تا حالا پیش شما نیایم. او به خاطر دعوتی که از خدا داشت، دوستان عزیز، خواسته های خود را، آرزوهای خود را فدا کرده بود. و حالا به مسیحیان روم میگوید الانم که این رساله را می نویسم، هرچند اشتیاق زیادی دارم که پیش شما بیام، ولی نمیتوانم، چون خدمتی مهمی هست که باید انجام بدهم. ولی امیدوارم پس از آن سعادت دیدار شما را داشته باشم. تمنا میکنم که به آیات گوش بدهید. میگوید چنان که مکتوب است آنان که خبر او را نیافتند خواهند دید و کسانی که نشنیدند خواهند فهمید. بنابراین ای عزیزان، بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدم، لکن چون الان مرا در این مملکت دیگر جایی نیست و سالهای بسیار است که مشتاق آمدن نزد شما بودم، هرگاه به اسپانیا سفر کنم به نزد شما خواهم آمد، زیرا امیدوار هستم که شما را در عبور از آنجا ملاقات کنم و شما مرا به آن سوی مشایعت نمایید، بعد از آن که از ملاقات شما اندکی سیر شوم. حضرت پولس به مسیحیان شهر روم یادآور می شود که علت این که تا به حال پیش آنها نیامده این نیست که او نخواسته است آنها را ببینه. برعکس میگه که اشتیاق شدید به دیدار شما داشتم. میگه اشتیاق من این بودی که هر چه زودتر پیش شما بیام، ولی من مطابق میل خودم زندگی نمی کنم. میفرماید من بر طبق نقشه پیش می روم که خدا به من عطا کرده و در کتاب آسمانی هم در مورد آن صحبت شده است یا پیشگویی شده است. زیرا حضرت اشعیا پیشگویی کرده است که کسانی که اسم عیسی مسیح را نشنیده اند خواهند شنید و درک خواهند کرد. در حقیقت به همین دلیل هم بوده که در تمام این مدت من پولس نتوانستم به دیدن شما بیایم، زیرا وظیفه داشتم پیام خدا را به سمع مردمی که هنوز کلام را نشنیدند برسونم. آری، عشق به رسانیدن پیام آسمانی و پیام نجات بخش انجیل مانع شده بود که پولس تا آن موقع از دیدن نور چشمانش، عزیزانش در شهر روم محروم شود. اما از آیه 23 نقشه خود را اینطور بیان می‌کند. میگوید لکن الان مرا در این ممالک دیگر جایی نیست و سالهای بسیار است که مشتاق آمدن پیش شما بودم. یعنی چون بشارت انجیل رو در این سرزمین که مقصودش آسیای صغیر رسانیدم، هرگاه میگه به اسپانیا سفر کنم حتما پیش شما خواهم آمد. پولس میگه در نظر دارم در سر راه به اسپانیا در روم توقف کنم و پس از آن که اوقات خوشی رو با هم گذرانیدید شما می توانید مرا راهی سفر اسپانیا کنید تا بشارت انجیل را نیز به اقصی نقاط عالم برسونم. از آیه 25 میخونم. میگوید ولی قبل از اینکه به نزد شما بیایم به اورشلیم عازم میشوم تا مقدسین رو خدمت کنم، زیرا که اهل مکادونیه و اخایه مصلحت دیدن که زکاتی برای مفلسین و مقدسین اورشلیم بفرستند و بدین رضا دادند و به درستی که مدیون ایشان هستند، زیرا که چون امتها از روحانیات ایشان بهره مند گردیدند لازم شد که در جسمانیات نیز خدمت ایشان را بکنند. پس چون این را انجام دهم و این ثمر را نزد ایشان ختم کنم، از راه شما به اسپانیا سفر خواهم نمود و میدانم وقتی که به نزد شما آیم در کمال برکت انجیل مسیح خواهم آمد. لیکن ای برادران، از شما التماس دارم که به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و به محبت روح القدس برای من نزد خدا در دعاها جد و جهد کنید تا از نافرمان روایان یهودیه رستگار شوم و خدمت من در اورشلیم مقبول مقدسین افتد تا بر حسب اراده خدا با خوشی نزد شما برسم و با شما استراحت یابم. خدای سلامتی با همه شما باد. آمین. حضرت پولس میگه باید قبل از اینکه پیش شما برم اول به اورشلیم باید بروم تا هدیه‌ای برای یهودیان مسیحی آنجا ببرم، زیرا که همونطوری که میدانید مسیحیان مقدونیه و یونان برای کسانی که در اورشلیم در شرایط سخت زندگی میکنند هدیه جمع آوری کردند. میگوید مسیحیان مقدونیه و یونان این هدیه را از روی میل و اشتیاق و با خوشحالی دادند.
زیرا خود را به مسیحیان یهودی در اورشلیم مدیون می‌دانند. چرا؟ چون این کلیسای اورشلیم بود یا این کلیسای یهود بود که مژده عیسی مسیح پیش آنان فرستاد. و حالا حداقل کاری که میتونن بکنن اینن که کمک مادی به مسیحیان اورشلیم بکنن، زیرا قحطی در آنجا سخت بود. حضرت پولس میگه آنان این هدیه را به من دادند تا آن را به اورشلیم ببرم و بین مقدسین و فقرا تقسیم کنم. هدیه را به دست آنان بسپارم. وقتی این کار رو کردم، چون قصد دارم به اسپانیا برم، در سر راه حتما به دیدن شما میام و اطمینان دارم که وقتی با شما باشم خداوند برکات زیادی رو به من عطا میکنه تا با یکدیگر فیض ببریم. از آیه 30 الی 32 که آیات آخر فصل 15 هستند، حضرت پولس انگار توسط روح القدس متوجه شده بود که سفرش به اورشلیم با خطرات بسیار بزرگی روبرو خواهد بود، زیرا او از مسیحیان روم میخواهد که برایش دعا کنند که او از دست شیطان و حیله‌های اهریمنی که به وسیله رؤسای مذهبی یهود آشکار می‌گردد در امان باشد و وظیفه امانت خود را به خوبی انجام بدهد. ببینید، پولس می‌دانست رفتن او به اورشلیم خالی از خطر نیست، زیرا یهودیان مذهبی و رؤسای دین او را می‌شناختند که پولس چه کسی و چه مقامی داشته است. می‌دانستند که پولس از یهودیت برگشته و رسول مسیح شده است. از نظر آنها پولس رسول بزرگترین دشمن یهودیت محسوب میشد، زیرا او قبل از آن که مسیحی بشه میرفت تا از بزرگترین مرجع تقلید در مذهب یهودیت باشه. اما بر اثر ظهور عیسی مسیح به او اکنون مبشر و رسول عیسی مسیح شده بود و عاملی شده بود که در طی چند سال هزاران هزار نفر هم یهودی و هم غیر یهودی رو به سوی عیسی مسیح هدایت کنه. یهودیان متعصب بارها قصد قتل او را کرده بودند، ولی خداوند او را از دست متعصبین رهانیده بود و حالا پولس خودش به سوی اورشلیم میره. در کتاب اعمال رسولان درباره این سفر به طور کامل توضیح داده شده است. پولس میدانست که ممکن است با خطرات و تهدیدات و حتی با مرگ روبرو بشه، ولی حاضر میشه که این سفر را به خاطر مستضعفان مسیحی در شهر اورشلیم انجام بده. پس در این دعای آخر از مسیحیان روم که هنوز آنها را ندیده بود ولی جزئی از خانوادهش میدانست، مثل برادران و خواهرانش بود، تمنا میکند که برایش دعا کنند. میگوید آیا حاضر هستید در دعا با من همکاری کنید؟ استدعا دارم که به خاطر نام عیسی مسیح و به خاطر محبتی که روح پاک خدا در دل شما نسبت به آن گذاشته است، برای کار من مثل خودم زیاد دعا کنید. دعا کنید که در اورشلیم از کسانی که به مسیح ایمان ندارند در امان باشم. برای این موضوع هم دعا کنید که مسیحیان آنجا هدیه‌ای را که برایشان میبرم قبول کنند. پس از آن میتوانم با خواست خدا با قلبی شاد پیش شما بیام تا همدیگر را در ایمان تقویت کنیم. دوستان عزیز، پولس مسیحیان نادیده روم را برادران و خواهران خود میدانست. او برادرای جسمی داشت و چه بسا خواهران جسمی هم داشت. اقوام یهودی زیادی داشت ولی همه او را ترک کرده بودند. از نظر آنان پولس یک کافر و مرتد شرعی محسوب میشد. ولی پولس به خاطر مسیح حاضر شد آنها را ترک کنه و خداوند 100 چندان به او عطا کرد. او میدانست که همه کسانی که در عیسی مسیح هستند جزو یک خانواده هستند. همه از یک روح یعنی روح القدس هدایت میشوند و به یک منجی یعنی عیسی مسیح تعلق دارند و چون از یک روح و به یک منجی تعلق دارند، در نتیجه هیچ چیزی نباید بین آنها نفاق و جدایی پیش بیاورد، بلکه همه در او یکی هستیم. و برای همین است که می توانیم دوستان عزیز امروز نیز برای همدیگر در دعا متحد شده و دعا کنیم. می توانیم برای هم دعا کنیم و کلام خدا هم به ما دستور داده که برای یکدیگر دعا کنیم که خداوند ما را از خطرات اهریمنی حفظ کند. دعا کنیم تا به او نزدیکتر بشیم. دعا کنیم تا در ایمان و زندگی مقبول پسند خدا قدم به جلو برداریم. دعا کنیم که خواست خدا خواست ما باشه. برای هم باید دعا کنیم. دعا کنیم که اراده خدا در زندگی ما باشد. دعا کنیم که از طریق خدا همیشه پیروی کنیم. دعا کنیم تا خداوند ما را از دست اهریمنان و بی ایمانان حفظ کند. ما همه عضو یک بدن هستیم و همه ما نیازمند کمک هستیم. و دوستان عزیز،
خدمتتون عرض کنم دعای ما هم برای شما همین. دعای ما برای شما این است که بدانید که براتون دعا کرد و خواهیم کرد و دعا میکنیم که شما حقیقت خدا را بفهمید و امیدوارم که شما نیز ما را در دعاهاتون فراموش نکنید، زیرا هدف ما یک چیز است: رساندن مژده خدا به سهم گناهکاران تا توبه کنند و ایمان بیاورند. با آیه 23 با شما خداحافظی میکنیم که میگوید دعای من این است که خدا که سرچشمه آرامش می باشد با همه شما باشد تا ابدالآباد. و دعای من برای شما این است که خدایی که سرچشمه آرامش و محبت است قلب‌های شما را از محبتش لبریز سازد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.